دیگر عدد میشد. حاضر اگر نگاه کنیم در اینجا عددی 15 است، در اینجا عددی 10 است، در اینجا عددی 6 است، در اینجا عددی 3. همین خیلی عددی را شما انتخاب کنید که این عدد با همه همین عدد تو تقسیم شود. این عددی مو عددی 30 رو میباشد. یعنی عددی 30 با 15 تقسیم می شود. عددی 30 با 15 تقسیم می شود، 2 تا می رسد. عددی 30 با 10 تقسیم می شود، 3 تا می رسد. عددی 30 با 6 تقسیم می شود، 5 تا می رسد. و در آخر عددی 30 با 3 تقسیم می شود، 10 می شود. ما از روی همین تقسیماتی که در پایان معین کردیم ما میتونیم که همین نوشتجویی که در پایان معین کردیم هر یک کدوم همین را نگاه کنیم. این 15، این 30، این 6، این 3. یعنی مخرج عمومی ما 30 می شود. 30 با 15 2 تا رسید، ما در بالا 2 می نویسیم. 30 با 10 3 تا رسید، ما در بالا 3 می نویسیم. 30 با 6 5 تا رسید، ما در بالای 7 5 می نویسیم. 30 با 3 10 تا رسید، در بالای 10 می نویسیم. اکنون همین عددها رو ضرب میکنیم. 2 رو با 17 ضرب میکنیم، مینوس 3 رو با 23 ضرب میکنیم، مینوس 5 رو با 7 ضرب میکنیم، پلوس 10 رو با 1 ضرب میکنیم. برابر. اکنون 2 رو با 17 ضرب کنیم 34 می شود. 3 رو با 23 ضرب کنیم 69 می شود. 5 رو با 7 ضرب کنیم 35 می شود. 10 رو با 1 ضرب کنیم 10 می شود. تقسیم 30 برابر. اکنون در بالا نگاه کنید خیلی که از درس‌های گذشته ما با شما می‌دونستیم در اینجا هم عددهای مثبت و عددهای منفی موجودند. عدد مثبت 34 و 10، ما 34 و 10 را جمع میکنیم 44 می شود. و عدد منفی 69 و 35 می شود که هر دوش عدد منفی است. ما علامت مینوس رو گذاشته 69 و 35 رو با هم دیگر جمع کنیم 104 می شود. 104 می شود. تقسیم 30 برابر. از 44 104 رو گرفتن نمی شود. بنابراین ما از 104 44 رو ترک کرده علامت مینوس رو در پیش کسر می نویسیم. 104 اگر ما باید ترک کنیم عدد 60 حاصل می شود. تقسیم 30 این اگر تقسیم کنیم مینوسی 2 می ماند. یعنی عملی که ما شما قطع اجرا کردیم کسر اجرا کردیم در اینجا همه عمل ها اجرا شدن، هم جمع هم تر اجرا شدیم. یعنی ما همین کسری ما با قیمتش با مینوسی 2 برابر بوده است. حالا ما با شما کسری آینده رو میبینیم که در آن کسرهای دهی تعلق دارد. یعنی عمل ها با کسرهای دهی می شود. من حاضر در بالا یک مثال آینده ای که در آن کسرهای دهی درج گفته است قید میکنم. این کسرهای دهی رو حل میکنیم. مثال نمود ذهنی رو دارد. 12 جمع 7 از 8 ضرب مینوس 8 از 1 طرح 8 از 4 جمع 0 از 7. این در نوشتجات مثال ما فقط کسرهای دهی درج یافتند. در اینجا عدد یکمش 12 عددی بوتون، آیندهش 7 از 8 کسر دهی، در اینجا مینوس 8 از 1 مینوس 8 از 4 پلوس 0 از 7. برای اجرایش این عمل ما 12 رو با 7 از 8 جمع کرده نمیتوانیم چون که 7 از 8 با این فرق ضرب شده است. ما 12 رو می نویسیم، علامت جمع رو میمونیم، 7 از 8 رو خودش رو می نویسیم، علامت ضرب میمونیم و در اینجا 8 از 1 رو و 8 از 4 جمع میکنیم. جمع کنیم 5 می شود، 16 و از 5 می شود. در قوس می نویسیم 16 از 5 فقط علامتی مینوس میگذاریم در نزد وی. پلوسی 0 از
7 که با یگون چیز جمع نمی شود. اکنون در مثال ما باز 12 حاصل شد، 12 حاصل شد. اینجا 0 از 7 داریم. ما میتونیم که 12 و 0 از 7 رو با هم دیگر جمع کنیم. این 12 و از 7 می شود. الان که طرز جمع کردن 12 هم می نویسیم. این از بس که 0 از 7 است. ما همین 12 بعدی هر گونه عدد خیلی که شما از متماتیک میدونید عدد 0 رو علاوه کردن ممکن است. برای همین من در زیر 2 عدد 0 می نویسم، در زیر 0 عدد 7 می نویسم، هر چه همراه میکنم. همراه کنم 12 و از 7 حاصل می شود. من همین 12 از 7 رو می نویسم. بعد این چیزی که از درس‌های گذشته میدونیم، انا این پیلوس رو با همین مینوس اینجا بودگی ضرب میکنیم. پیلوس و مینوس عددی مینوس حاصل می شود و 7 از 8 رو با 16 از 5 ضرب میکنیم. هنگام ضرب کسر دهی با کسر دهی همچون عددهای مقرری اونها را ضرب کرده بعد ویرگل رو میگذاریم. انا که ضرب کنیم 8 رو با 5 ضرب کنیم 40 می شود 14 یود. 8 با 6 ضرب کنیم 48 می شود، با این 4 52 می شود 15 یود می شود. 8 را با 1 ضرب کنیم 8 می شود، با 5 ضرب کنیم 13 می شود. باز 7 رو ضرب میکنیم 7 را 5 35 می شود 3 یود. 7 42 می شود، با این 45 می شود 4 یود. 7 را این با 11 می شود. همین اگر جمع کنیم اینجا 0 اینجا 7 اینجا 8 اینجا 2 اینجا 1. یعنی اینجا خونه کسری اگر جدا کنیم بعدی 7 یک خونه کسری در بالا بعدی 16 یک خونه کسری، یعنی 2 خونه کسری است. ما از طرف راست به چپ 2 خونه کسری جدا میکنیم. 128 از 7 می شود. 128 از 7 می شود. اکنون ما باید که از عدد 12 از 7 عدد 128 از 7 رو ترک کنیم. از بس که 12 از 7 نسبت 128 از 7 خردتر است، ما از 128 از 7 12 از 7 رو ترک میکنیم. 7 ترک کنیم 0 اینجا 6 اینجا 1 میموند. اکنون 1 اینجا 1 خودش، یعنی خونه کسری جدا کنیم 1 خونه کسری که هست 116 میشه. 116 رو می نویسیم و نگاه میکنیم که ما چخیل ترک کرده بودیم. یعنی ما از 12 از 7 128 از 7 ترک کردیم یا از 128 از 7 12. از بس که ما از 128 از 7 یا 12 از 7 ترک کرده بودیم، علامت این نزدش مینوس بود، ما همین علامت رو در نزد وی میگذاریم. حالا ما مثال هایی را دیده میبریم که در آن هم عمل ها کسروی دهی و هم کسروی اومیخته هم کسروی نادرست در آن نشان داده شده است. و با این درسی امروزم رو با آخر میرسونیم. انا کن مثال آینده ای که ما میبینیم نمودی زیرین رو دارد. عدد 2 از 185 جمع 2 بتون 3 تقسیم 20 تقسیم 5 مینوسی 4 برابر. در این جور خیلی که شما نگاه کردید هم عدد توی بتون یعنی 5 4 و هم کسری اومیخته و هم کسری دهی نوشته شده است. همین کسری دهی نوشتگی که ما در اینجا نوشتیم میتونیم که این مثال رو با چند نمود حل کرده توانیم. برای آنکه با چند نمود حل کنیم یک از نمودهای حل کردن همین کسری دهی رو ما با نمودی کسری آمیخته میگردونیم. در اینجا 2 از 185 نوشته شده است. 2 کی است؟ ما 2 رو بتون می نویسیم، خط کسری میکشیم. اینجا 85 است. 85 رو در صورت می نویسیم و در زیرش 100 می نویسیم. برای چی 100 نوشتیم؟ برای اون 100 نوشتیم که این خوانده می شود 2 بتون از 185. برای همین ما 100 نوشتیم. اگر اینجا 10 میشد 2 از 10 میشد ما 10 می نوشتیم. اگر از 1000 میشد ما 1000 می نوشتیم. همین هم می نویسیم و 2 بتون و 3 تقسیم 20 می نویسیم خودش. 2 بتون و 3 تقسیم 20. 3 تقسیم 20 تقسیم 5 طرح 4 برابر
баробар. Акнун 2.85 тақсими 100 که ما در اینجا نوشتیم ما همین میتونیم که اختصار کنیم. خیلی اختصار میکنم. 85 و 100 خیلی که معلوم است با 5 تقسیم می شود. یعنی با 5 تقسیم شود اگر همین 100 رو ما میتونیم که نویسیم 5 ضرب 20. این 100 می شود. 85 رو چخیل می نویسیم؟ 5 می نویسیم این یک تا می شود 17. یعنی 5 رو با 17 ضرب کنیم 85 می شود. پیلوس این 2.3 تقسیم 20 رو خودش رو می نویسیم تقسیم 5 طرح 4 برابر. در اینجا هم در صورت و هم در مخرج که 5 است من اینها رو اختصار کرده مثال رو کمتر ساده می نویسم. 2.17 تقسیم 20 پیلوسی 2.3 تقسیم 20 تقسیم 5 مینوسی 4 برابر. در اینجا نگاه کنم اگر در هر دو کسر مخرج‌های یخیله است. هر دوش 20 است. من هر دو مثال در نمود زیرین نوشته میتونم. یعنی از بس که کسرو هر دوش کسروی اومیخته هستند ما صورت رو جمع میکنم با مخرج تقسیم میکنم و قسمت بطون اونها رو در علایدگی جمع میکنم. میتونم که 2 را با 2 علاوه کنم نویسم که 2 جمع 17 تقسیم 20 و جمع 3 تقسیم 20. همین نمود نوشته من میتونم. اکنون در این نمود نوشتم نگاه کنید اگر شما 2 با 2 جمع کنیم 4 میشود. جمع خط کسری میکشیم از بس که خیلی که از درس‌های گذشته میدونیم اینجا مخرج ها باید دیگر برابرن. مخرج رو می‌نویسیم صورت ها جمع کرده میشوند. 17 رو با 3 جمع کرده با 5 تقسیم میکنیم 4 رو طرح میکنیم برابر. اینجا حاصل میشود 4. 17 رو با 3 جمع کنیم 20 حاصل میشود. 20 رو با 20 تقسیم کنیم 1 حاصل میشود. تقسیم 5 طرح 4 برابر. 4 رو با 1 جمع کنیم 5 حاصل میشود. 5 تقسیم 5 طرح 4 برابر. 5 رو با 5 تقسیم کنیم 1 حاصل میشود. طرح 4 برابر. 1 4 را گرفته نمیشود. از 4 1 گیریم علامت نازی اینا میگذاریم 3 میشود. همین طریق ما با شما عمل ها رو با کسروی اومیخته با کسروی دهی کسروی درست و نادرست دیده بر اومدیم. یگان سوال باشد یگان فکر اندیشه باشد که اویدی کدام موضوعهای دیگر با شما ما هم صحبت شویم میتونید که در کامنتر اعلام کنید. تشکر.